تصور کنید بعد از یه شام رمانتیک با کسی که میخواین آینده‌تون رو با اون بسازید، سوار ماشین دوژ دوتونی خودتون بشین تا اون رو به خونه برسونید. اما بعد از اون نه شما پیدا میشین، نه ماشینتون و نه کسی که قصد داشتین با اون ازدواج کنین. در یک شب آرام بعد از یک شام عاشقانه شما برای همیشه همراه با ماشینتون ناپدید میشین و تا به امروز پیدا نمیشین. اینجا رد آخره. ما راوی پرونده‌هایی هستیم که در اونها افراد یک روز عادی از زندگیشون برای همیشه ناپدید شدن و تا به امروز هرگز پیدا نشدن. اگر به این سبک پرونده ها علاقه‌مند هستید، حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و با ما همراه باشید. در 19 فوریه 2005 ریچارد پترون و دانیل لیمبو بعد از یک شب نشینی دوستانه در فیلادلفیا سوار خودروی دوج داکوتای مشکی رنگ خود شدند تا یک مسیر کوتاه 45 دقیقه‌ای را تا خانه طی کنند. اما آنها در همین مسیر کوتاه برای همیشه محو شدند. 21 سال است که سازمان FBI، غواصان زبده و تیم‌های تفتیش تمام جاده‌ها، پل‌ها و رودخانه‌های منطقه را زیر و رو کردند، اما نه اثری از خودشان هست، نه ماشین دوتونی آنها. برای اینکه بفهمیم در آن شب شوم چه اتفاقی افتاده، باید اول ببینیم آنها چه کسانی بودند، کجا کار می‌کردند و از چه خانواده‌ای بودند. زندگی ریچارد و دانیل درست مثل خیلی از آدم‌های عادی، آرام و پر از برنامه‌های روشن برای آینده بود. ریچارد مردی 35 ساله و پدر یک دختر بچه 2 ساله به نام آنژلا بود. ریچارد صمیمیت عجیبی با خانواده‌اش داشت. او در خانه پدریش در جنوب فیلادلفیا زندگی می‌کرد و هر روز صبح زود راهی کار می‌شد. شغل او نانوایی و شیرینی‌پزی در مجموعه معروف و خانوادگیشان به نام ویکینگ پستری بود. خانواده ریچارد در شهر به محترمی و خوشنامی معروف بودند. ریچارد هم پسری پر انرژی، ورزش دوست و بسیار زحمتکش بود که سرش به زندگی و کارش گرم بود و هیچ گونه بدهی، سابقه کیفری یا ارتباط با گروه‌های خلافکار نداشت. در طرف دیگر این داستان دانیل لیمبو قرار داشت، زنی 34 ساله، مستقل و مادری فداکار برای پسر 2 ساله‌اش. دانیل زندگی حرفه‌ای موفقی داشت. به عنوان مدیر اعتبارات و تسهیلات در یک شرکت بزرگ مالی کار می‌کرد. ریچارد و دانیل از سالها پیش همدیگر را می‌شناختند. 2 دوست قدیمی بودند که روزگار دوباره مسیر زندگیشان را به هم گره زده بود. چند ماهی میشد که یک رابطه عاشقانه آرام و روشن بین آنها شکل گرفته بود، رابطه‌ای که بوی فرداهای خوب میداد. در حالی که زندگی ریچارد کاملاً بی‌حاشیه بود، اما در زیر پوست زندگی دانیل یک بحران جدی و تاریک وجود داشت. دانیل در مراحل پایانی یک طلاق بسیار جنجالی و پردردسر از همسرش سابقش جو اینبو بود. طلاق آنها به شدت پر از تنش‌های لفظی، خصومت‌های شخصی و دعواهای شدید مالی بر سر حضانت پسر 2 ساله‌شان جانی بود. طبق گزارش‌های بعدی و بازجویی‌های پلیس و FBI، همسر سابق دانیل خشم زیادی نسبت به او داشت و بارها با او تماس‌های تند و تهدیدآمیزی گرفته بود. او به شدت از ارتباط عاشقانه جدید دانیل با ریچارد عصبانی بود. در مقابل ریچارد با همسر سابق خودش هیچ مشکلی نداشت و رابطه دوستانه‌ای برای بزرگ کردن دخترشان با یکدیگر حفظ کرده بودند. همین مسئله باعث شد بعدها کارآگاهان به این نتیجه برسند که ریچارد احتمالاً هیچ دشمنی نداشته و فقط در زمان مناسب در جای مناسب کنار دانیل قرار گرفته است. شب شنبه 19 فوریه 2005 فرا رسید. ریچارد و دانیل تصمیم گرفتن بقیه دوستانشان را در کافه معروف آبیلنه در خیابان شلوغ ساوت استریت فیلادلفیا ببینند. تمام طول شب به خنده، گپ زدن و نوشیدن گذشت. همه چیز کاملا معمولی و دلنشین بود. ساعت حدود 23:45 شب بود که ریچارد و دانیل با دوستانشان خداحافظی کردند. کتایشان را پوشیدند و از در کافه بیرون رفتند. هوای شب سرد و خیس بود. آنها سوار بر خودروی دوج داکوتای
های مشکی رنگ مدل 2001 ریچارد شدند. یک برنامه ساده. ریچارد می‌خواست ابتدا دانیل را به خانه‌اش در نیوجرسی برساند و بعد خودش به فیلادلفیا برگردد. اما دقیقاً از همان لحظه‌ای که چراغ‌های قرمز عقب ماشین در پیچ تاریک خیابان محو شد، انگار خط ارتباطی این دو نفر با جهان زنده برای همیشه بریده شد. تلفن‌های همراهشان در یک لحظه از دسترس خارج شد. هیچ کارت اعتباری دست نخورد و دستگاه عوارض‌سنج جاده‌ای روی هیچ کدام از پل‌های مسیر عبور خودروی ریچارد را ثبت نکرد. صبح روز بعد وقتی دانیل برای برداشتن پسرش نیامد و تلفنش زنگ خورد اما کسی پاسخ نداد، نگرانی‌ها شروع شد. ریچارد هم سر کارش در نانوایی حاضر نشده بود، چیزی که در تمام سالهای زندگیش سابقه نداشته بود. خانواده‌ها سراسیمه به پلیس مراجعه کردند. اولین حدس پلیس یک تصادف دلخراش جاده‌ای بود، اینکه شاید ماشین در آن شب تاریک کنترلش را از دست داده و به درون رودخانه عمیق دلاور سقوط کرده است. غواصان ماهر وارد عمل شدند. قایق‌های مجهز به اسکنرهای صوتی پیشرفته اعماق آب را بالا و پایین کردند. هلیکوپترها وجب به وجب مسیر را گشتند و حتی خانواده ریچارد با هزینه شخصی هلیکوپتر کرایه کردند تا تمام مرداب‌ها و آبراهای نیوجرسی را تفتیش کنند. اما نتیجه به هیچ جایی نرسید. هیچ گاردریل شکسته‌ای وجود نداشت. هیچ اثر ترمز روی آسفالت نبود و هیچ قطعه‌ای از ماشین پیدا نشد. با بریده شدن تمام سرنخ‌های تصادف در سال 2008 سازمان FBI رسما پرونده رو تحویل گرفت و اعلام کرد که گم شدن و ناپدید شدن همزمان یک خودروی 2 تنی و 2 انسان بدون به جا ماندن حتی یک تکه شیشه یا قطره خون نمیتواند یک تصادف یا اتفاق ساده باشد. کارآگاهان به این نتیجه رسیدند که این 2 نفر قربانی یک برنامه‌ریزی دقیق و جنایت سفارشی شده اند. سناریوی اصلی این بود که یک قاتل کرایه‌ای و حرفه‌ای اجیر شده بود تا ماشین آنها را متوقف کند، هر دو را به قتل برساند، اجساد را در نقطه نامعلوم نابود کند و ماشین را در یک فرایند غیرقانونی کاملا ذوب و یا تکه تکه کند تا هیچ رد پایی بر جا نماند. همسر سابق دانیل، جو اینبو، فوراً به عنوان مظنون اصلی زیر ذره‌بین رفت و بازجویی شد. او برای شب حادثه ادعا کرد که در خانه خود در نیویورک بوده است. اگرچه از او تست دروغسنج هم گرفته شد، اما به دلیل نبود کوچکترین مدرک فیزیکی، قطعی از ماشین یا پیکری از قربانیان، پلیس هرگز نتوانست علیه او یا شخص دیگری اعلام جرم رسمی کند. بزرگترین تراژدی این حادثه 2 کودک خردسالی بودند که شبانه بی پدر و مادر شده بودند. خانواده‌های آنها تمام غم و اندوه خود را زیر پا گذاشتند تا بتوانند جانی و آنژلا را بزرگ کنند. خانواده ریچارد هرگز نانوایی خود را تعطیل نکردند. آنها بخش زیادی از درآمدهای خود را وقف چاپ پوسترهای مفقودی، استخدام کارآگاهان خصوصی و زنده نگه داشتن نام فرزندشان کردند. هر سال در 19 فوریه در سالگرد پدید شدن آنها، هر 2 خانواده راهپیمایی با شمع و تجمع مطبوعاتی در فیلادلفیا برگزار می‌کنند تا اجازه ندهند پرونده به فراموشی سپرده شود. امروز بچه‌های ریچارد و دانیل بزرگ شدند بدون اینکه هرگز آغوش دوباره پدر و مادرشان را حس کرده باشند یا بدانند در آن شب شوم چه بر سر آنها آمده. سازمان FBI همچنان برای هر گونه اطلاعاتی که به حل این معما کمک کند $50,000 جایزه تعیین کرده است، اما این پرونده همچنان یکی از مرموزترین، غم‌انگیزترین و گیج کننده ترین پرونده های باز در تاریخ آمریکا باقی مانده است. نظر شما چیه؟ نظرتون رو برای ما کامنت کنید و اگر به این سبک پرونده ها علاقه‌مند هستید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید.